دوربین قهوه‌خانه لحظه‌ای را ثبت کرده است که 5 مرد دختر را از دست و پاش برداشته با خود میبرند. جبریده بعداً گفت او را به ماشین انداخته به کدام میدان کشتی برده با نوبت تجاوز کردند. وی تلاش کرد فرار کند ولی او را قپیده بار دیگر این کار را تکرار کردند. صبح دختر به پلیس شکایت نمود. خدمات تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی ناحیه سوردلوف در شهر بیشکک روز 28 فوریه بر اساس ماده تجاوز به ناموس پرونده باز کرد. در جریان کارهای فوری و جستجویی 5 شهروند دستگیر و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شدند. 3 گمانبر 25 و 2 دیگرشان 24 ساله می باشند. دختر جبریده 23 سال دارد. نه او و نه نزدیکانش آماده نیستند با خبرنگاران هم صحبت شوند. در عریضه شکایتی دختر گفته می شود که شب 28 فوریه او در قهوه‌خانه ستاره شهر بیشکک بود. معلوم نیست چگونه به حالت مدهوشی افتاده است ولی حامیان حقوق میگویند احتمالاً به نوشاکیش مواد نشئه ریختند. حال یک سوال دیگر این است که چرا کارمندان کلوب میلیسا را آگاه نکردند؟ حامیان حقوق میگویند مأموریت کلوب هم برای این کار مسئولیت دارد. بی‌شبهه آنها هم باید جواب دهند چون که میتوانستند حداقل میلیسا را دعوت کنند. شاید هم یک محافظ با 5 کس مقاومت کردن نمیتوانست ولی میلیسا را باید حتما خبردار میکردند. رقم ماشین را باید عکس میگرفتند. یعنی مأموریت کلوب باید کار را چنین به راه میماند که کمترین معلومات هم باشد در اختیار پلیس باید واگذار میکردند. کلوب ستاره شبها کار میکند و روزها بسته است. فعلا فهمیدن موقع کارمندان این کلوب امکان ندارد. ولی در شبکه‌های اجتماعی این حادثه را بسیار فعالانه محاکمه میکنند و اکثریت از این حادثه به خشم آمدند. آنها میگویند جنایتکاران باید به سنگین‌ترین جزا گرفتار شوند. هستند آنهایی هم که دختر را برای شبگردیش تنقید میکنند. حامیان حقوق طلب دارند که پرونده آشکار، محاکمه و مرافعه دادگاهی توسط اینترنت نمایش داده شود. مرافعه مثل پرونده سابق وزیر اقتصاد قزاقستان بیشیمبایف باید باز گذارد چون این یک وحشیگری است. انسان چون این رفتار نمی کند. ما باید محکوم کنیم. باید محکومیت اخلاقی جمعیتی باشد و از بی‌جزایی باید پیشگیری کرد. مرافعه باید برای همه اعضای جامعه دسترس باشد. ماده تجاوز به ناموس از 8 تا 11 سال حبس را پیش بینی می کند ولی بسیاری ها از حالا دعوت دارند که حکم سنگین تر صادر شود.